الو. سلام مرجان خانم. شهرامم. خوبین؟ یه لحظه تشریف میاریم پایین. شلوغیم نمیتونم ول کنم بیام. آخه گلی هم نیست. ببخشید این چه کاریه که انقدر مهمه؟ من یه بار یه اشتباهی کردم، بعدش هم مثل چی پشیمون شدم. یه بارم براتون نامه نوشتم. البته خب اون نامه رو من نوشتم، شاهین نوشت. ولی من الان خودم اومدم بهتون بگم. البته میدونم از دستم دلخورین، ولی من واقعا دوستتون دارم. شهرام باور کنین که من اصلا نمیخوام باهاتون لج کنم. شما خیلی به من لطف کردین، من واقعا ممنونم. فقط من الان باید برگردم سر کارم. ببخشید مرجان خانم، من الان چی کار کنم؟ کاری نکنین. میشه نریم؟ ببخشید.